علیکم لیلی سلام علیکم لیلی سلام علیکم چیلیت سلام علیکم واسیا چه؟ ای بابا آقا یه چیز 6 تومانی بود تو باز بریم ببینیم چی بوده. نه نمیخوام 4 تومانی نمیخوام 4 تومانی اونجا چیزی نیست ارزون ترین 6 تومانیه. آره نه 4 تومانی هست چی؟ شم 4 تومانیه؟ آره 6 تومانی؟ 6 تومانی نبود 4 تومانی بود. شم باید چطوری آتیشش بزنیم مثلا؟ بعد شم اون همه سفارش دادی بچه نیورد تو یه اونجا پا تموم شد و بوس هم نتونستی بدی. خب مهدا بریم یا فکر میکنی هنوز زوده؟ نه بریم فکر پول نده من مطمئنم پول نده دیگه میترسیم بگیم چقدر سوار ماشین شد نگران نباشید 16 تومن داد ای 2 تومن بیشتر پول نداری؟ 18 تومن داریم 18 تومن داریم شم 30 تومن یه بطری یه دونه از اینا یه جعبه شانس البته 8 تومن داریم 8 تومن داریم یا سوترش بخری یه دونه از این 16 تومن 8 تومن داریم 8 تومن از این بخریم 4 2 تومنمون میمونه درست این چند تا میگیره؟ 4 تا بگیریم میتونیم 2 تا شم بگیریم دیگه پولی واسه اون باقی نمیمونه اصلا دو حالا دیگه 2 تومن فقط داریم خونه رو با انتخاب کن 4 تومن داریم مهدا چی؟ آره 4 تومن داریم یه چیز 4 تومنی میخواد نمیخوام بابا آقا شرم رو دیدی واسم کنش بریم خونه یه بار دیگه باید بچرخونیش دست نمیزنی به پلک دقیقا خونه ترسنکرت وسط چیزی دویا ولی 16 تا هم میگیری مهدا با این کار نه I got some reports about paranormal activity inside the building. خوبه که 16 تا هم داریم و اینو داریم و این خب شمم گذاشت واسم یه آتش زنم واسم گذاشته حالا هیچی من چرا قوت خوبه یه زمان این دو بعد ببین از من این انتخاب نکردم خب شانسی آورده شانسیمو به باد دادی خب دست بزن اونمو کنه 16 تومن دار 20 تومن داریم خدایا منم بخواست خدا سویت داره ندستانم نه اینو نزدی تو سه آره بعد نور میگه اصلا نه 20 تومن داریم خب 20 تومن نمیخوام خرج کنیم خب اینو خواه بسم الله غلط نکرد از غنده نهدا Here we are. Looks like this is a violent one. There are reports about damage and injuries. برام میاره دست در نکنه خب از نمیخوای اینو نمیداد
وقتی اینو داریم اینو چرا میخواییم استفاده کنیم؟ چون که میریم به سمت خانه لالایی بعد یه تصمیم چشمی نگاه میکنم ساعت داره اینجا آره حتی یه سالیه بعد خب صندوق سرگوف خب مثل آدم بازی میکنیم خب دیدی آدمه رو؟ خدا شکر یه آدمه از اونایی که تو مرکب مسافرت میکنن هست با شطور آره از اونا ته سالن دیدم که داشت روشو میکرد به ما که نوره رفت دیگه ندیدم کنیم من شدم برم فکر نکنم چون که وقتی قیب شد پشت سرش دیوار دیدم بعدم بکنم حالا چیه؟ هوا هم اسب میگیرم من دیگه نیستم چون؟ چی رو میزنی الان؟ من چون؟ از اینجا من اسبی چند تا؟ من چیزا اصلا نمیفهمم جون دیدی؟ چی؟ اینو دیدی؟ بارم دیدم بس اینا خیلی مشکل من نیستم خب؟ اون که نمیکشته چرا؟ چون؟ وای اگه من بودم میرفتم خونه ببینم چند تومن بهم میده من نفیدم اینجا هست ما باید بری خب؟ بریم بیرون دیگه آجه ترسناک میشه اینا هم بزن دیگه ببین چند تومنده امیدوارم 20 بوده دو؟ هیچی نداد بهمون 2 تومن داد نه هیچی نداد 20 تومن داریم نگاه پول قبلیه هیچی بهمون نداد چه گویی بخوریم؟ نمیدونم اون خیلی ترسناک بود خب ما خیلی عکسای خوبی هم گرفتیم آره فکر کنم باید یه بار دیگه بزنیش یه خونه کوچیک‌تر انتخاب کنیم اون خیلی وحشتناک بود این که پارکینگ داره رو انتخاب کنیم نه. آره نه اون این نه کوچیک باید باشه آره همون تندر بزنیم آره این نه خیلی کوچیک آره این دارم کنم ترسناک نباشه منم زنم این کتابه چیه همش دستتون Be careful. I got several reports of sudden fear and suspicious events at this location. Look if you can find a ghost. گوست میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی روح داستانش چیه؟ مرتا تو فهمید دیگه بگو نه داستانش اینه که ما باید بریم اون روحه رو پیدا کنیم اون روحه فقط ما رو میترسونه عزیزم هیچ کاری نمی‌کنه صدا
داری باهات حرف میزنه. کجایی؟ الو مرکز کجایی؟ آنتن نمیگیره. فهمیدیم. خداحافظ. الو چی؟ من کی هستم؟ من نوکرتم. پس چی هستم؟ مردم بخونم بهتر از این گفتن استفاده نشود. نه چی هست؟ اینجا دومی داره. خدا عزیزم این بهت کلید میده. عزیز دلم. برا حال کردم. زنگ خونه رو زدی. اگر روی قشنگ خبردار شو. یعنی حال کردم. چرا اینجوریه؟ نمیدونم. مگه چیکار کردی؟ بیرون شد. من بیرون کرد. ها نوشته تو نباید زنگ خونه در میزدی وگرنه گسته پیدات میکرده. خود تو سرم. حالا باید تو بزنی. فهمیدم. یعنی اوکی. دان تموم شد. بیرونت کردم. بکنم میگه دیگه نمیتونید. یعنی بچه حال کردیم؟ خاطر یه زن دیگه من این حال کردید. این آخرین ویدیو یه ترسه که ما امیدوارم باشه. و بچه آماده خداحافظی میباشید.